زبان خوندن هیچ فایده‌ای نداره، هیچ کمکی هم بهتون نمیکنه. زبان میخونی که چی بشه؟ سالی یه بار میخوای بری سفر خارج؟ چون همه میخونن منم بخونم؟ 20 ساله داری زبان میخونی، آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاده. به جای این برو 4 تا مهارت یاد بگیر که تو بازار نقد میشه، پول میدن بهت، نه کاری که دوست داری و بقیه دارن انجام میدن. 3 تا تخصص که الان شما میتونید یاد بگیرید ازش پول در بیارید. یکی تولید محتواست، خب که خیلی ضعف دارن تو همین سالن، آدما احتمالاً بهش نیاز دارن. 2 طراحی سایت که الان باز هم جامعه داره میبره بیزنس ها رو به سمت که سایت داشته باشن. و 3 هوش مصنوعیه که یاد بگیرید چطوری با هوش مصنوعی بتونید خدماتی خلق کنید، خدماتی بدید که واسه آدما خیلی هزینه داره و شما میتونید با هزینه کمتر این کارو. پس از این به بعد به جای این که برید دنبال چیزایی که دوست دارید، برید دنبال چیزایی که پول سازه. این خیلی مهمه.